بدترین نوع این ظلم ها اون کشتنی بود که مردی فرزند خودش رو، دختر خودش رو زنده به گور میکرد. و این رسم غلط در صدر اسلام در برخی از قبایل مشرکین وجود داشت که دختران خودشون رو زنده به گور میکردن از ترس اینکه شاید اسیر بشه به دست دشمن و یا شاید از فقر نتونن که ثروتی داشته باشن خرجش رو بدن و این ننگ میدونستن دختر داشتن رو. دختر رو میگذاشتن تا به سنی برسه که بتونه راه بره و حرکت بکنه و الله متعال میفرماید که و اذا بشر احدهم بالانثى، وقتی به یکی از اونها بشارت داده میشد که خدا به تو دختری داده، ظل وجهه مسودا، صورتش چهره او سیاه میشد و خشمگین میشد، و هو کظیم یتوارا من القوم، متواری میشد و خودش رو پنهان میکرد از دست قوم، من سوء ما بشر به، از شومی آن خبری که به او دادن، ایمسکه علی هون، که با خفت و خواری او رو نگه دارد، ام یدسه فی التراب، یا زیر پای خود در خاک او رو لگدمال کند. این زنده به گور کردن دختران رسم بسیار بدی بود که این دیگه بدترین نوع ظلم است. دختر طفلی که تازه به راه می افتاد او رو می بردن به بهانه بیرون، چاله می کندن و در چاله می انداختن و او رو دفن می کردن زنده. طفلی که باید پدر چتر بالای سر او می بود و پناهگاه او رو می رفت و می کشت. این بدترین نوع کشتن است. الله متعال می فرماید اون موقعی که نفسها برگردن به جسمها و من جمله این نفس مظلوم، دختری که اینگونه زنده به گور شده است و هر نفسی که مظلومانه کشته شده است، روح وقتی که برمیگرده به جسم، و اذا الموءودة سئلت، از اون دختر زنده به گور شده پرسیده می شود به ای ذنب قتلت، که به کدام گناه کشته شده است، به کدامین گناه کشته شده است. هر نفسی که به دست شخصی کشته می شود، هر انسانی که مظلومی که کشته میشه روز قیامت، از این سوال از او پرسیده میشه که به چه جرمی کشته شدی. وقتی از مقتول پرسیده میشه که به چه جرمی کشته شده، حساب کنید که قاتل چه حالتی خواهد داشت. از قاتل چه سوالهایی که نکنن که چرا کشتی. از حکامی که آدم میکشند، فرماندهان ظالم و فاسقی که قتل و جنایت و تجاوز میکنن، سرباز ظالم و فاجری که چون سلاح به دست داره ظلم میکنه و میکشه و تجاوز میکنه و تعدی میکنه، اون روز باید پاسخ بده. اون روز اینجا باید جمع بشه و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت، از هر مقتولی و از هر کسی که مظلومانه به شهادت رسیده پرسیده خواهد شد که به چه جرمی کشته شدی. قاتل که به جای خود، مقتول رو الله متعال میپرسه، گویی که اصلا قاتل چنان بی ارزش پیش الله متعال. این انسان ظالم فاسق فاجری که ظلمی کرده، قتل کرده و انسان بیگناهی رو کشته، گویی انقدر بی ارزش از نزد الله متعال که اصلا ازش پرسیده نمیشه. چرا از مقتول پرسیده میشه تو چرا کشته شدی؟ و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت، اولین حکایتی که حساب گرفته خواهد شد خون انسان هاست. بسیار خطرناک این حکایت. مظلوم این روز رو خواهد داشت. نگران نباش، وقتی که میبینی ظالمان و فاسقان و فاجران خون میریزن و ظلم میکنن و ستم میکنن، یک روزی همین ظالم به پای این مظلوم خواهد افتاد و از او حلالیت میطلبه و التماس میکنه که او رو ببخشه، اما دیگه فایده ای نخواهد داشت. همه اون ظلمی که ظالمان میکنن، همه اینها نوشته میشه، همه نامه اعمال اینها ثبت و ضبط میشه، همه فیلم ظلم های اینها، شکنجه های اینها ضبط میشه و یک روزی بعد پاسخ بدن.